سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 11 نوامبر همراه شما. مقامات تاجیکستان امروز جسد شاعره جابیرова را که افسر روس را به قتل او متهم می‌کنند به خویشاوندانش سپردند. جسد دختر 22 ساله را برای دفن از شهر دوشنبه به زادگاهش به دهه کمپیر قلعه ناحیه رودکی بردند و مراسم جنازه‌اش در همین جا برگزار شد. مقامات انتظامی میگویند ایوان شربکوف افسر پایگاه 201 روسیه روز 5 نوامبر شاعره جابیرova را در خوابگاه واحد نظامیشان در دوشنبه کشته و جسدش را به قوطی پرتاب انداخته است. با گفته مفتشان ایوان شربکوف اعتراف کرده است که شاعره را هنگام مستی کشت، اما خویشاوندان شاعره میگویند در قتل شاعره ظاهراً چند نفر دست داشتند. ما رفتیم دیدیم خواهرمون نشناختیم یا دویم بارا بشناختیم علی بزرگ. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 10 نوامبر با فرستادن یک یادداشت اعتراضی از حکومت روسیه خواست از تکرار این گونه حادثه ها در تاجیکستان پیشگیری کند. وزارت دفاع روسیه گفت گروهی را برای تحقیق جنایت به دوشنبه فرستاده است. ماه اوگوست امسال دو افسر دیگری پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را با گناه قتل یک راننده تاکسی در دوشنبه به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. در شهر کابل پایتخت افغانستان هزاران نفر به نشان اعتراض از قتل 7 اقلیت هزاره که احتمالاً طالبان آنها را کشتند راهپیمایی کردند. تظاهرگران که اکثرشان هزارها بودند تابوت قربانیان را در دست داشتند و خواستار تشکیل حکومت نو شدند که امنیت در افغانستان را تامین کرده تواند. اعتراضگران که مرگ به طالبان شعار می‌دادند از اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله رئیس حکومت اجرایی وحدت ملی افغانستان طلب کردند که از مقام‌هایشان استعفا دهند. جسد سربرده 4 مرد، 2 زن و 1 کودک را روز 7 نوامبر در ولایت زابل پیدا کردند. آنها را چند وقت پیشتر در ولایت غزنی بودند. خدمات استخباراتی افغانستان ادعاهای طالبان را رد کردند که گفتند سربریدن این هزارها کار دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بود. در یک قرار نوی محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه آمده است که از روز 12 نوامبر بررسی درخواست‌ها برای جدا نمودن قطعه زمین و اجازت برای ساختمان‌ها در پایتخت تاجیکستان موقوف گذاشته می‌شود. در شهرداری دوشنبه گفتند که نقشه گنرالی بازسازی پایتخت تحریر می‌شود و از این رو حالا برای بنا و انشاءسازی در بسیاری از منطقه‌های دوشنبه اجازه نمی‌دهند. از این پیشتر نمایندگان جامعه مدنی در دوشنبه با مراجعت‌های پی در پی از مقامات خواستند بناهای عهدی شوروی در پایتخت از جمله چایخانه معروف راحت را ویران نکنند. بر اساس نقشه بازسازی دوشنبه بسیاری از عمارت‌های قدیمی عهد شوروی باید از مرکز پایتخت برداشته شوند. یک سازمان بین المللی حامی حقوق حکومت امریکا را برای سپردن چندی از بندیان گوانتانامو به تاجیکستان تنقید کرده است. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 11 نوامبر با نشر گزارش درباره حقوق بندیان زندان گوانتانامو گفت با وجود احتمال شکنجه شدن چندی از بندیان تاجیک در تاجیکستان حکومت امریکا آنها را سال 2007 به دوشنبه سپرده است. در گزارش نام 3 شهروند تاجیکستان رکنالدین شرافوف، موقید واحدوف و مسحرالدین فضلالله ذکر شده است که آنها را بعد آوردنشان به دوشنبه با گناه افراطگرایی و تروریسم به 17 ساله زندان محکوم کردند. بر اساس قانون‌های بین المللی سپردن افراد متهم به جنایت به کشوری که در آنجا امکان شکنجه شدن گمانبران وجود دارد ممکن نیست. در زندان گوانتاناموی آمریکا در کوبا که اساساً افراد متهم به تروریسم نگاه داشته می‌شوند 11 شهروند تاجیکستان هم بندی بودند و حالا فقط 1 نفر آنها باقی مانده است. و دسته حاصلات فرخار در مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان جای اول را گرفت و صاحب راهخط به لیگ عالی شد. دسته حاصلات که در گذشته هم در لیگ عالی ولی بی‌برار هنرنمایی کرده است بعد پیروزی در بازی دور 24 مسابقه لیگ اول در میدان خود تیم اسفره را با حساب بزرگی 7-1 شکست داد و برای رقیبانش دست ناراض گشت. فوتبالبازان ناحیه فرخار با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌الله در 22 بازی 53 امتیاز به دست آوردند. و جزئیات این خبر و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.